سلام به همه عزیزان، امید است که همگی صحت و سلامت باشین. عزیزان اگر تا حالا چینل یوتیوب پنجره افغانستان را سابسکرایب نکردین، همین حالا سابسکرایب کنین که اولین نفر باشین از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. امروز جایی آمدیم عزیزان که اینجا قسم مشاهده میکنید تای مسکن است، جایی هست که پرندگاه و حیوانات هایی که گرگ، پلنگ، شتر، تمام جزئیات اینجا خرید و فروش میشه. زیاد پرحرفی نمیکنیم، پیش کسی آمدیم که خودتان بیننده باشین. پس که بینی تا پس که باشین. بیایید مهربانی. کجاست مصطفی جان؟ اینجاست. سلام 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 عزیز برادر، چی حال دارین؟ قربانتون، سلامت باشین، خوش آمدین. بسیار زیاد غلام سخی قند. میشه از همه اول خود معرفی کنین؟ سلام به شما غلام سخی جان قند، سلام به کامرامین عزیز و یک سلام خاص به تمام بیننده های عزیز که چی در داخل از کشور چی خارج از کشور ما و شما را تماشا میکنیم. بله مصطفی جان، برای ما گفته میتونید چی نوع پرندگان اینجا دارین؟ رنگ پرنده ها داریم غلام سخی جان قند. فقط سعی که من معرفی کنم این چی است؟ یک از همی توتیای ملنگوز. بله ها، این یکاش توتیای فشر است. چی؟ فشر میگن. مصطفی جان عزیز، تشکر، جهان سپاس از شما. میشه که چی نوع پرندگان دارین اینجا؟ رنگ پرنده های مختلف داریم غلام سخی جان قند. فقط سعی که ما باید معرفی میگم. مصطفی بچه آجی، میشه برای ما بگید که این چه نوع
پرندگان است؟ این توتی فش است. توتی است، رنگ است. با بسیار رنگ و قشنگی محدود خاص. میشه که بکشی ببینیم از نزدیک. یا یک زرگه نیست. یا یک زرگه شر است. خیلی بازی توتی را که گپ زدنی میتونم فرادستی. میکشیم که دارم این مجموعات را برای منفی بگیم. مثلا که باز منطقه است. این میشه برای ما ببینیم. این توتی های ملنگوز. زیادتر از یا از کشور پاکستان و داخل افغانستان. این حال چه قسمه؟ اینی که هست سخیجان خان توتی کاسکو نام دارد. توتی کاسکو نام دارد که از کشور افریقاست. حدود 30 سال 35 سال عمر میکنه. یک توتی 35 سال عمر. بله یا مرگ زندگی در دست خدای پاک است. عمرش مالا مزدگه کرد. 30 سال 35 سال عمر. قرانی شنگه قیازی کرد. اما قصد قرانی است یا مقصد. این چه قسمه؟ این همون توتی های فشل است که برات معرفی گرفتم زمین از این مرغک های چنایی است، مرغ های کاکلی. همی هستن؟ آیام بسیار یک انتیکی خاص خود داره که دمی سرش کاکل داره. خب چقدر مقبول است. بسیار مقبول است. میشه کدام ایشالا بکشین. اینجا شوگک هاست. حالا خواست یا؟ خیلی بیست بیدار مریض است. نه شوگک است، چشمابی است. شمکای از یابی است که پشککای تاجیکی. قیمتش چند است؟ قیمت از پشکک 12,000 افغانی است. 12,000 چشمابی ولی ها. باز دیگه یک پشکک دیگه اینجا داریم بسیار مقبول است. این از این پشکای پوچک تاجیکی است. دیگه برای آیگه که باز ما برای بیرون میکنم چیزی یک بار سایلش کنیم کامرمان عزیز ما همیده بله یا کشور از تاجیکستان بله یا دوشنبهش دیگه خدا کنه که از کدام ولایت شست کار ندارم؟ نه خیلی میگولم سفی جان قم یعنی پشکک پوست پوچک است. قیمتش چند است؟ قیمت از این $200. یا بعض ها پوست پوچک میگن، بعض ها پکنس میگن. بله یا رقم است. یا دیگه مختمش خانگی یا مختص خانگی است. بله یا تربیت شده در افغانستان است. بله یا کلان شده شما افغانستان است. دیگه غلام سخی جان قم بله میریم به طرف دیگه پرنده. یک پشک گربه اینجا بله یا این گربان دیگه این هم نسل وطنی است هم نسل خارجی. که بله یا مطلب از است که یا پدر ازی هم خارجی بوده یا مادرش. خب بله یا خب این خود معرفی کردی؟ این را برات معرفی کردم جانا. خب کدام توتی؟ این است توتی های بال سرخ است. این لاوری میگن. خب لاوری بله یا کی از این توتی یکایی است که سر گپ میزنه. گپ میزنه سر بستم جانا. بیا آفرین. این غلام سخی جان قم این یا مثلا میتونی که تام سر دستت بگیریش دیگه مشکلی نداره جانا. دستت از زیر سینهش ببر نزنم نه دیگه نه ترس دیگه. این پنجگک شکتی پنجیت محکم بگیر. این متگک چقدر جالب است. از جای دل قسم مشاهده میکنی حمید جان مصطفی نترس. حمید مصطفی است. من نترسه که آمین نمیترسه. اونم مصطفی شما مصطفی ولی مصطفی. خب تشکر قربانت خلاص. بسیار عالی. این تا چقدر عمر دارن؟ یان دیگه حدود 15 سال 10 سال اون مقام رش است دیگه بیشتر از 15 سال نیست. چه قسم پرورش کنید سرگب یا به شکل پرورش میشه که یا خرد میباشه تو خام میباشه. ایره فقط سر دست میگیری و امرای پیچکاری بمبی پیچکاری دادان از این دانه میکنی. بالاخره که یک ذره پربال کشید یا برش کست میمونی. اگه بیکار بودی اون در دست خودت سر دست دیگه اون موجه گپ یاد میگیره. بله یاد خانه. این مرغا چه نوع مرغ است؟ این مرغا که از غلام سخی جان قن به نام برهمالایت است. چی؟ برهمالایت. قیمت چند است؟ قیمت از این 15,000 یک جورش میاد. یک جوره؟ بله یا از این مرغای پرپای و بسیار انتیک است از کشور ایران است. کشور ایران؟ بله یا عجیب باز غلام سخی جان قن این مرغکای دگام است که کامرا دم تصویر بگیره یا خانگی بسیار انتیک است. چقدر انتیک است این؟ بسیار انتیک است. بله یا اوگه کم اما قدش بلند نمیشه. اینی قمریای وطنی است. غلام سخی جان قم چهره مسنچه را داره. بله یا جوره مسنچه را داره. این دیگه می قمریای وطنی است. این توتی گکان توتی فشر نام داره. چی نام داره؟ توتی فشر. دیگه اینم تو بخیر دوره کدمیم خریدگاش بیادم چهره گکا
بله چهره معروفی داره که بسیاری از هموطنا و عزیزای ما شوق میکنه از یا نگاه میکنه زیاد نگاه میکنه. بله دیگه اون بالا سایره است. سایره بله کو سایره جنگی است. قیمت از سایره چند؟ قیمت سایره تا حدود 10000 12000 افغانی هم از خرید فروش میکنیم. یک رقم از است که جنگ میکنه، یک رقمش جورایی است که امرای کنری جوره میکنن. دیگه هر کدامش قیمت‌های مختلف خود داره. او کنری است، شپپر. قناری قیمت است یا چی؟ سایره قیمت است نسبت به کناری. بله دیگه اینی نرگسک است یا به نام نرگس نامیده میشه. بسیار خرد است. چقدر جالبه. الحمدلله. یا قمری چنایی است. چینویی ها؟ قمری چنایی. بله دیگه اونو هم توتیای روزیلاست. یارم دقت در کامرا سعی کنی بسیار بالا مصطفی مقبول است. بله قسم مشاهده میکنه بیننده های عزیز یک دانه پوینت طاووس داریم. دیگه طاووس هم داریم. این طاووسک یک ذره گرمی زده بودش، میتونه که دگاهش در بیرون در کامرا به معرفی بگیریم. بله خب این سمت هم گپ از غلام سخی جان قن. این یک نرگسک ها رو یک بار در کامرا بگیری، بسیار مقبول است. نر ماده هستن؟ نر ماده است. بله یک جوره است که یک جوره ازی یک جوره ازی در حدود $100 میاد. یک جوره؟ بله بسیار یک چیز انتیک است. جالبه. $100. بله غلام سخی جان. خب ببینی توتی روزیلا است. میزنه او هم گپ میزنه. او هم گپ میزنه سر دست میاد. دیگه نظر به اونمو گپی را که یادش بتی اونمو گپ میزنه. اینو قیمت است یا اونو توتی ها؟ فعلا یا قیمت است یا یک رنگ خاص خود داره. بله زیادتر در کجا هست در کدام کشور؟ زیادتر دیگه در کشور پاکستان زیاد است. وطن نداره نه؟ وطن داره دیگه. خب وطنش مخلوقات خداوند، زمین یک خداست دیگه. میار جای وطن نیاز پرنده را که هر جای بردی همونجا نگهداری خوبی کردی دیگه اونمو چیز مصطفی جان جالب چی است که چی یک رنگ قشنگ داره؟ این دیگه در دست خدای پاک است. نقاش خدای پاک است. میگم نه؟ سرخ زرد. بله. خب عزیزای دل اینجا قسم مشاهده میکنه پرندگان چی یک سر صداست. صبح اگر آدم شب بخواب صبح بلند شد از خواب چی یک صدای ناز داره. بله این نعمتهای خدای پاک است دیگه که از این بتونی استفاده کنی. یک آواز مقبولی و خاص خدا داره. خوراک از زیر از کجا میارین؟ خوراک مخصوصی نداره غلام سخی جان قن. توتی هم سیب میخوره، باز یفتر وقت خسته میخوره، بادام میخورم هر چیزی که بتیش. بادام سیب بله سیب فکر کنم میوهش است. ترکاری باب هم میخوره که بتیش. ماشاءالله. دیگه هر کدام از یا خود چی داره مختلف است. مختلف غذا داره. بله ما شنیده که گربه پیشک اونجا نداشتیم. بله غلام سخی جان قن ما گربه داریم، بنجرای تاجیکی است داریم، پاپیای تاجیکی است، گرگ‌های جرمنی است، گرگ‌های روسی است دیگه. وارم ان شاء الله که دماریفی میگیریم برات. بله مصطفی عزیز اینو چی هست؟ اینو برای ما بگوین. یا دیگه همون نرگسکایی است که پیشتر دماریفی گرفتیم. این دیگه به نام خرگوش است. خرگوشای وطنی. بله یا خرگوش است دیگه. گوشت از یا باش خوردنی است؟ بله گوشت از این مرغ واریم مزه میته. خوردی خودت؟ بله خودم خوردیم. این مرغ واریم مزه. خب اینو چی نوع دیگه این کفترای چپپر است. کفترای مارو میگن ایران. بله اینیا کفترای پرپای است. روسی چپپر به خاطر چیزه؟ این هم تو یک پرش هم تو یک جنگلک است. اونم رو به نام چپپر میگن. این کفترا را به نام سیاپتین میگن که بسیار از هموطنای ما شوقی همین کفتراست که یارا میپرانن جور میکنن. بله یارا با جنگ میتن. خیلی جنگی میکنن. بله دیگه این کفترکای ملاقی است. یا کفترکای ملاقی است که بسیار ملاق میزنه و در آسمان بسیار خود دور میکنه. بله ضمن از اون کفترکای کاسدم بس. کاسدم بله زا چی؟ کاسدم. کفتر شایی کدام است؟ کفتر شایی فعلا نیست. نداره نه؟ نه خیر نیست. اینم کفترای بله ای کفترکا هم کفترای کاسدم است. بریم بهتر است ببینیم گرگ ها. گفته گرگ هم بفرمایید غلام سخی جان قن. بله مصطفی جان بچه آجی میشه برای ما بگوین که گرگا از کجا میارین، در کجا یارو پرورش میتین؟ همین گرگایتون
دیگه غلام سخی جان قند تو کشورهای خاصی نداره که مثال از هر کشور ما ایره وارد کنیم. بعض دوستا و شوقیا که باز یگان مایوانای خوبش مثال که میطلبند مانند بنجر، پشکای تاجیکی و ایرانی، باز ما از همون کشور ایران و پاکستان برایشان صادر میکنیم. دیگه یا این بنجره که براتون در معرفی میگیرین که بنجر تاجیکی است. این خارجی است دیگه؟ یک خارجی است. یه از بنجرکایی است که قد شما میمونه پرمی است. قیمت از چند است؟ قیمت از $200. $200. بله یا $200. شب 6 12 13000 میشه. همون با 13 10 12 ان شاء الله که مراحت با مشتریای خود میکنیم. دیگه اینو کاپیگت هم تاجیکی است. عزای دل هر کس علاقمند است، شوق داره، علاقه داره، بیاین. مصطفی جان کسی است که یک شخص بسیار پر از اخلاق. اینجا میگه از زبان خودش بشنویم که فقط اینجا پرندگان و گرگ نگاه نمیکنه، فکر این جای اصلی هم جای دیگه دارن. قربان سخی جان بله یاد باور شدم که من یک نمایندگی رئیس جمهور. آدرس ما قصبه شهرک میوین. هر دوست ما که هر رقم ایوان کار داشت شماره بنده و نموجه در تصویر ذکر شده به نام مصطفی بچیاجی. هر رقم ایوانات پرنده خارجی و داخلی باشه ما انشالله در خدمت شوقیان و وطنای خود هستیم. مصطفی جان میتونید شماره تلفنتون بگوین؟ شماره تلفن ما 0781 22 68 22. بنده مصطفی بچیاجی در خدمت هموطنان عزیز خود قرار دارم. آدرس مکان کجا به؟ آدرس قصبه شهرک میوین نوزی 15. تشکر مصطفی جان، قربان قدمایتان، خوش شدیم از دیدن با شما. تشکر که وقت برای ما دادید. همچنان غلام سخی جان قند. از جای دل تا این لحظه از تک تکتان تشکر میکنیم که برنامه ما را تماشا کردین. بازم جاهای مختلف میریم ما و همی جان که بهترین جاها را براتون معرفی کنیم.